هرچند به آینه نگاه میکنم، بر ضمن آن که خیش را در دنیای تاریک خیش تصور کنم، از شکست و ریخت و زندگی، از پستی و از دشمنی و از دروغ، از غیبت، از همه آن غرض ها، از همه آن داغ هایی که هستند، خود را طوری در دنیای تاریکی احساس میکنم، آنچنانه که در آینه نگاه میکنم و دنیای خیش را به تاریکی احساس میکنم. یک چیز دیگر را درک کردن خواستم که انسان باید باطنش پاک باشد، باطنش تازه باشد و باطنش پر از مهر باشد، محبت باشد و دور از کینه باشد. آن همین است، دیگر باقی همه هیچ است.